بچه من رضا هستم و خوش اومدید به یه ویدیو جدید از چنل من. بچه قبل از هر چیزی میخوام یه چیزی بهتون میگم که دیگه اگر فری فایر رو حذفش کردید خب دیگه غیر ممکنه که بتونم نصب کنم، ولی خب به حتی فروشگاه هم حذفش کردن. نگاهی کنید. این فری فایر میبینم گفتن که نصبش کرد. آره فقط نسخه مکسش گرفتن، یعنی عادیشو نمیدونم. گفتن که اینا رو میخوان اگرم تو گوشش مثلا داخل گوش من فکر کنم فیفون مکس یا همون داتاشون هست، ولی تا چند روز دیگه حتما حذف میشه. پس حتما شما هم بدونید خب که فقط شما به یک دلیل میتونید برین اینو نصبش کنید. اگر حذفش کنید میتونید بزنید به خارجی فری فایر پی سی، وقتی که اون زدینش دیگه بعد که اومد میزنید دیگه. خب واسه به فری فایر پی سی خب حالا بهتون بگم فقط با این روش میتونید اگرم اومد خب میان زیر گزینه سومی، چند تا خارجی نوشته است، خب گزینه سومی خب انتخابش میکنین که انتخابش کردین میرین داخل فروشگاه و اونجا دیگه هست دیگه. نمیدونم واسه شما میارش یا نه، دیگه دست خودت. خب فقط میخواستم همینو بهتون بگم. خوش باشید داداشم، خداحافظ.